سلام و صد سلام. خیلی خوش اومدین به آخرین قسمت از 0 تا 100 انتخاب مسیر شغلی. قبل از شروع تمرینات میخواستم 2 تا نکته رو بگم. اول اینکه تا آخر ویدیو همراه باشین که یک سورپرایز ویژه دارم براتون. و دوم اینکه یک نکته‌ای راجع به علاقه و انگیزه‌های پایه میخواستم بگم. زمانی که داریم راجع به علاقه صحبت میکنیم لطفاً در نظر داشته باشید که علاقه مساوی نیست با فانتزی. لطفاً در زمینه استخراج علایق فانتزی‌های شغلی خودتون رو وارد این قضیه نکنید. فرض کنید فردی فوبیای حیوانات دارد، اما در ذهنش دامپزشکی یک شغل عالی و رویایی است. اگر بر اساس این فانتزی شروع به انجام دادن تمرینات کنه، احتمال زیادی وجود دارد که به نتایج مطلوب نرسه، چون واقعیت و علاقه واقعی او متفاوت است. بنابراین بسیار مهم است که بین علاقه حقیقی که با خصوصیات و توانمندی‌های خود ما همراستا است و تصورات رویایی یا فانتزی‌های غیر واقعی تفاوت قائل شویم تا انتخابمان مؤثر و رضایت بخش شود. خب حالا بریم دنبال تمرینات. لطفاً برای پاسخگویی به هر یک از تمرین‌ها یک روز را اختصاص بدهید و عجله نکنید. مطمئن باشید پس از انجام هر یک از تمرین‌ها می توانید به پاسخ‌های زیادی دست یابید. امیدوارم این سفر درونی در یافتن راه درست برای انتخاب مسیر شغلی کمک کننده باشد. تمرین‌ها و هدف از انجام هر تمرین به صورت این جدول هست که مشاهده می‌فرمایید. 1. دفترچه جریان بخشی فلو جورنال. هر روز فعالیت‌هایی را که باعث می‌شوند زمان را فراموش کنید یا کاملاً درگیر شوید یادداشت کنید. توضیح دهید چه چیزی باعث شد این فعالیت‌ها برای شما لذت بخش و جذاب باشند. این تفاوت را با انرژی در تمرین شما دارد و بیشتر روی وضعیت ذهنی جریان تمرکز دارد. 2. تصور یک روز کاری مطلوب. چشمان خود را ببندید و یک روز کاری ایدئال را تصور کنید. محیط کار، نوع فعالیت‌ها، افراد اطرافتان و روحیه خودتان. این تصویر ذهنی را یادداشت کنید و بررسی کنید کدام علایق در آن پررنگ‌تر هستند. 3. تمرین خاطرات شیرین. 3 تجربه از گذشته خود بنویسید که در آنها احساس عمیق رضایت، انرژی و افتخار کرده اید. سپس فقط به جای ذکر علت، ویژگی‌های مشترک این 3 موقعیت را استخراج کنید. مثلا کار با تیم، حل مسئله، خلاقیت و 4. بازی امتیازدهی علایق اینترست گیم. به جای امتیاز دادن برای هر علاقه یک سناریوی کوتاه تخیلی بسازید که در آن این علاقه جایگاه شغلیش را دارد. سپس بر اساس جذابیت این سناریو امتیاز دهید. اینطوری میزان اشتیاق واقعی را بهتر میسنجید. 5. نقشه ذهنی پویا. نقشه ذهنی را به صورت تعاملی انجام دهید. اول علایق اصلی را بنویسید. سپس شاخه‌های جدیدی اضافه کنید که مهارت‌های مرتبط با هر علاقه را نشان دهد. در مرحله بعد ارزش‌ها و اولویت‌های شخصی را که با این علایق همخوانی دارد اضافه کنید. 6. مصاحبه با خود. از خودتان 3 سوال بپرسید. اگر هیچ محدودیتی نداشتم چه کاری می‌کردم؟ دوست دارم مردم من را در چه حوزه‌ای بشناسند؟ در مواجهه با مشکلات دوست دارم چه کاری انجام دهم؟ پاسخ‌ها را یادداشت کنید و علایق نهفته خود را کشف کنید. 7. تمرین خط زندگی و احساسات مثبت. یک خط زمان تایملاین از دوران کودکی تا حال حاضر ترسیم کنید و نقاطی را مشخص کنید که بیشترین احساس مثبت، شادی، هیجان، رضایت عمیق را داشته اید. در هر نقطه فعالیت‌ها و شرایط مربوط را بنویسید. این کمک می‌کند علایق و منابع انرژی از گذشته تا الان شناسایی شوند. در این مورد می‌توانید از اطرافیان هم کمک بگیرید و از آنها بپرسید که از دوران کودکی شما چه خاطراتی دارند که نشان دهنده علایق شما بوده. شاید پاسخهای اطرافیان هم به عنوان جرقه‌ای باشه که بتونه کمک کنه. 8. تمرین الهام بخشی. لیستی از افرادی که به اونها احترام میگذارید یا برایتان الهام بخش هستند میتواند افراد واقعی یا شخصیت‌های داستانی باشند. سپس بررسی کنید دقیقاً چه ویژگی‌ها، مهارت‌ها،
ارزش‌ها یا دستاوردهایی در آنها برای شما جذاب است. این ویژگی‌ها سرت‌های مهمی برای علایق و اهداف شما هستند. 9. تمرین ترازنامه ارزش‌ها. لیستی از مسائل اجتماعی، محیطی یا اقتصادی که برای شما اهمیت دارند تهیه کنید. سپس از بین آنها یک یا دو مورد را انتخاب کنید که برایتان اهمیت ویژه‌ای دارد و بررسی کنید چگونه علایق و توانمندی‌های شما می‌توانند در خدمت حل آن قرار بگیرند. این تمرین کمک می‌کند ارزش‌ها و علایق به هم گره بخورند. 10. تمرین حرف نهایی. به خود فکر کنید که در پایان عمرتان دوست دارید چه چیزهایی را درباره زندگیتان بشنوید، مثلا از زبان یک فرد مهم زندگیتان یا خودتان. برای مثال، دوست دارم بگویم که زندگیم را با شور و اشتیاق دنبال کردم یا آرزو داشتم که بیشتر ریسک کنم. این جملات را بنویسید و سپس بازتاب آنها را در انتخاب علایق و مسیرهای پیشرو بررسی کنید. فکر می‌کنم با انجام این تمرینات احتمالاً به لیست نهایی از مشاغل و یا علاقه‌های پایه دست پیدا کنین. در ضمن برای بهتر انجام دادن تمرین‌ها قالب‌هایی تهیه شده که در کانال تلگراممون هست. لینک کانال در دیسکریپشن گذاشته شده و میتونین با پرینت گرفتن قالب‌ها تمرین‌ها رو راحت‌تر انجام بدین. و یک نکته طلایی که میتونه واسه انتخاب نهایی شما خیلی کمک کننده باشه. در انتخاب مسیر شغلی ایدئال توجه به مفهوم تعهد در یادگیری بسیار مهم است. تعهد به یادگیری مداوم یکی از مهمترین عوامل موفقیت در هر مسیر شغلی است. شما زمانی که یک شغل رو شروع می‌کنید، قطعاً با چالش‌ها و مشکلاتی روبرو خواهید شد. بنابراین، توانایی متحد ماندن به فرایند یادگیری و یاد گرفتن مداوم اهمیت زیادی دارد. خوب فکر کنید کدام شغل به شما این انگیزه و انرژی را می‌دهد که حتی در مواجهه با مشکلات حاضر باشید ساعت‌ها برای یافتن راه حل‌ها تحقیق و تلاش کنید بدون اینکه خسته یا دلسرد شوید. پاسخ به این سوال میتونه شاخص مهمی برای انتخاب مسیرتان باشد. همچنین اگر بین چند گزینه شک دارید، پیشنهاد میکنم برای هر گزینه حداقل یک هفته وقت بگذارید و با افراد فعال در آن زمینه گفتگو کنید. حتی اگر امکان دارد یک هفته به عنوان کارآموز یا ناظر در آن شغل فعالیت کنید تا شرایط واقعی کار را از نزدیک تجربه کنید و تصمیم آگاهانه تری بگیرید. در کل، این 3 ویدئو میتونه برای افرادی که در حال انتخاب رشته هستند و یا دوره سربازیشون تموم شده و به دنبال شغل هستند و یا در شغل فعلی خودشون احساس رضایت ندارند و به دنبال تغییر شغل هستند کارساز باشه. ممنون میشم اگه این ویدئوها براتون مفید بوده برای دوستان و آشناهاتون ارسال کنین، شاید به کار اونا هم بیاد. و اما سورپرایزی که قولش رو داده بودم، میتونین از کانال تلگراممون لیست 100 تایی از مشاغل متناسب با هر علاقه پایه رو دانلود کنین و در مسیر انتخابتون ازش کمک بگیرین. ممنون از همراهیتون. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بدرود.